وقتی وطن، خاک و ناموسمون در خطر باشه، هر جوانمردی برای دفاع به میدون میاد. وقتی احساس میکنی که دشمن در کمین خونته، مردای خونه سینه سپر میکنن تا دست دشمن به ناموسشون نرسه. داستان بسیج هم از اونجایی شروع شد که اجنبی نگاه چپ به خاکمون کرد. باید همه به میدون میومدن. این جنگی نابرابر بود. زن و مرد و پیر و جوون اسلحه به دست گرفتن، اما نه، اینجوری نمیشد. این مردم مشق جنگ نکردن. پس همه توی مدرسه عشق ثبت نام کردن. بسیجی که شدند، دانشگاه بسیج ایثار رو بهشون یاد داد. از خودشون گذشتن تا شهادت شد مدرک تحصیل در این دانشگاه. شهدا از جنس مردم بودن و مردم اهالی یک ایران مقاوم و دلیر. همه جای کشور، هر محله‌ای مزین به نام این شهدا شد. تا یادمون باشه، بسیج شدیم، شهید دادیم تا ایران جانمون ایران بمونه.